یه کیک خوشمزه میشه بلوبری با طعم لیمو. خیلی خوشمزه است. درست کردنش هم خیلی راحته. وقت رو تلف نمی کنم. فقط قبلش ازتون میخوام که کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر ویدیو جدیدی که میذارم براتون آپلود بشه. بزن بریم. برای شروع کار من اینجا آرد بادوم دارم. شما اگه دسترسی ندارید از آرد آل پرپس فلاور یا آرد همه منظوره هم میتونید استفاده کنید. یه قاشق شکر سفید، یه قاشق کره و یه قاشق پوست لیموی تازه یا همون زست لیمو. این 4 تا ترکیب رو با هم داخل یه ظرف میریزم و با نوک انگشتامون این مواد رو با هم مخلوطشون میکنیم. در واقع ما میخوایم یه خورده نون یا خورده خمیر بهمون بده که برای این کار فقط از نوک انگشتامون استفاده میکنیم، به این صورت که انگار میخوایم که با نوک انگشتامون این مواد رو از هم بازش کنیم و یا ترکیبش کنیم. یه همچین ترکیبی خمیری مثل خورده نون یا خورده خمیر که بهمون داد کافیه. اینو میذاریمش کنار تا آخر سر میخوایم ازش استفاده کنیم. شکر سفید دارم اینجا و دوباره یه مقدار زست لیموی دیگه. این زست لیمو رو من انتقالش میدم به شکرم و دوباره با نوک انگشتام قشنگ اینا رو به هم میمالم. این باعث میشه که عطر و طعم لیمو بیشتر در بیاد توی کیکمون. در واقع این روغن لیمو آزاد میشه. من اینو بذارم زیرش. روغن لیمو در واقع آزاد بشه و باعث شه که کیکمون عطر و طعم بهتری بگیره. کلا امروز میخوایم با دست کار کنیم بدون هیچ همزنی. هیچ کاری با همزن برقی نداریم. مخلوط شکر و لیمو رو به همراه ماست و روغن مایعی که داریم و انتقال میدیم داخل یه ظرف بزرگتر. متاسفانه این قسمت از ویدیو ضبط نشده بود. ما بقیه ویدیو رو با هم میبینیم. و یه قاشق وانیل مایع. میتونید از وانیل شکری هم استفاده کنید. 1/8 با همزن دستی، با این همزنه معمولی مخلوطش میکنم تا کاملا شکرم داخل مواد مایم حل بشه. من اینجا شیر دارم. دمش اینجا از شیر بادومم دارم استفاده میکنم. شما هر شیری که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. و آب لیموی تازه، زست لیمو رو که گرفتم همون لیمو رو هم آبش رو گرفتم در حد 1 قاشق غذاخوری. میریزمش داخل شیرم و یه دقیقه یا 30 ثانیه اجازه میدم اینا کامل با هم مخلوط بشن. تو این فاصله آردمو میارم. یه قاشق از آردمو میریزم داخل بلوبریام و مابقی مواد خشکی که دارم و بیکینگ سودا یا همون جوش شیرین، بیکینگ پود و نمک، اینا رو مخلوط میکنم با آردم. بچه جوش شیرین رو اگر شما با ماست، لیمو و یا سرکه وقتی مخلوط میکنید هیچ ضرری به شما نمیرسونه. این مواد رو با هم مخلوط میکنم و میخوام علک کنم روی مواد مایع. اول ترکیب شیر و لیمو رو انتقال میدم به مواد مایع. آردم رو توی 2 مرحله علک میکنم مواد. آردم رو انتقال دادم.
خیلی آروم مخلوطش میکنم. مرحله اول آرد رو با لیسک و یا با این همزن دستی ها میتونید انجام بدید، ولی با لیسک راحت تره. مرحله دوم آردم رو الک میکنم روش و دوباره مخلوطش میکنم. چکش میکنم تا هیچ گونه آردی ته ظرفم نمونده باشه و کامل مخلوط شده باشن. الان که خمیرم کاملا یک دست شد و دیگه هیچ آردی داخلش نموند کافیه. مخلوط بلوبری و آردی که اینجا از قبل آماده کردیم و یه بار دیگه من اینو مخلوط کنم که کامل بلوبریامون با آرد ترکیب بشن تا وقتی که میخوایم بذاریمش داخل فر نره ته ظرفمون، ته قالبمون و همش بسوزه. این باعث میشه که بلوبریامون ته‌نشین نشن. من اینجا کره رو گذاشتم تو مایکروفر 1 دقیقه گذاشتم کاملا آب شده و بعد توی دمای اتاق خنک شده. این کره رو اضافه میکنم دوباره به بلوبریام و مخلوطش میکنم دوباره یه مقدار کمی بلوبریام آغشته به کره بشن. و این ترکیبمون رو انتقالش میدیم داخل مواد خمیرمون. بلوبریامون رو کامل مخلوط میکنیم یک دست بشه و این الان کارش تموم شد. بافتیه که باید داشته باشیم. یه خمیر خیلی سفتی نداریم، یه مقدار رقیق هستش. برای این کیک من از قالب مستطیلی میخوام استفاده کنم. داخلش هم یک کاغذ روغنی انداختم که برداشتنش برام راحت باشه بعد از پخت. فرم هم گذاشتم گرم شده تو این فاصله و اینکه شما میتونید کاغذ روغنی نندازید داخلش و کف قالبتون رو چرب کنید. موادم رو انتقال میدم قالبم. به جای بلوبری اگر دسترسی به بلوبری ندارید میتونید از هر بری دیگه، رزبری یا شاتوت یا گیلاس، حتی هر بری دیگه خواستید میتونید استفاده کنید. بلوبری که خیلی پرطرفداره، خیلی محبوبه، ولی باز این یه چیز کاملا سلیقه‌ایه. کل موادمونه که انتقال دادیم داخل قالبمون. خمیری که اول ویدیو آماده کرده بودیم ترکیب پودر بادام و زست لیمو میریزیم روی موادمون به صورت گلوله گلوله‌ای هم اگر بریزید هیچ عیبی نداره. این در واقع دیزاینشه و به همین صورت هستش.
شما این خمیر رو یا همین به اصطلاح خرده نون رو، خرده خمیر رو میتونید توی مافینا و کاپ کیک ها و یا هر کیک دیگه هم که دوست داشتید استفاده کنید برای دیزاینش. و اینکه برای دیزاین این کیک هم میتونید الان روش اگر آجیلی مد نظرتونه، گردو، پسته، هر آجیلی که مد نظرتون باشه میتونید روش بریزید برای دیزاینش. ولی من برای دیزاینش از همین خود بلوبری میخوام استفاده کنم. چند تا بلوبری میذارم روش برای دیزاینش. این الان آماده است که انتقالش بدیم داخل فرمونم از قبل گرم شده. بعد از 45 دقیقه کیک ما آماده است. درش میاریم، انتقالش میدیم داخل ظرف سربمون با یه مقدار لیمو و بلوبری، دوباره دیزاینش میکنیم. اینم از برش کیکمون، یه بافت خیلی نرمی داره و بلوبریایی که داخلش فوق‌العاده است. رو بگیرم 2-3 تا تیکه از این کیک رو خوردم، خیلی خوبه. تا یه آموزش دیگه، تا یه خوشمزه دیگه، شما رو به خدا میسپارم. نوش جانتون باشه.